طالب حیاتش در جنگ است. اولین قتلی که در مسجد شروع کرده طالب است، دومینش طالب است، سومینش طالب است. در بین قرآن شریف در لوگر طالب ماند. انجینیر عمر شهید در مسجد در تخار کشت، شهید ساخت. و این اولین سازمانی که در مسجد داده قتل مردم افغانستان طالب است. هر قتلی که در وطن صورت گرفته سنگ اول بنیاد اول زیر طالب مانده است. و هر کسی هم که امروز میکشه گناهش به طالب میرسه. چرا؟ او سنت ای گذاشته است. در مسجد کشتن، ملا را کشتن، مولوی را کشتن، یک نفر نشده تا امروز. بنابراین در برابر امی جنایت امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور خاموش باشه که مولوی را کشتن بگوین طالب نکرده. اگر طالب جنگ نکند، اگر طالب انسان نکشد، اگر طالب هر روز عملات مشکوک و مظنون انجام ندهد، به مو خاطر است که طالب زنده است، زنده نمیماند. طالب بسیار چیز بی بنیاد خوانده. طالب یک وقتی دخالتش در کشتار چاره زنبق بی بنیاد خواند. طالب یک زمان کشتارش در جنازه شهید سالم ایزدیار بی بنیاد خواند. اما امروز اولین کسی را که ادعا میکنه رها شوه موافق. و عامل اساسی است که طالب چیزی را به نام صلح نمیشناسد. شما دیروز نمایش نظامی طالب دیدین؟ کجا از پیام صلح داشت؟ شما دیروز پیام رهبرای طالب را دیدین؟ کجا از پیام مصالحه را داشت؟ وقتی که ما میگویم مصالحه نیست، وقتی که میگویم تا اون صلح نشده است، پس همی که هر روز فوج طالب در جن از زندان‌ها اعلام میشد، معنی از این چیست؟ اما یک طرف است که با دستور بیرونیا میخواهد در افغانستان یک حکومت ورشکسته باشه، یک حکومت ازم فروپاشیده باشه تا این که اهدافش برآورده شود. تشکر. اما طالب کجای وجدان داره که از خانه مردم انداخت میکند؟ ببینید، کسی که بهانه برای جنگ بخواهد بسیار بهانه وجود. طالبا 19 سال مردم افغانستان کشتن به نام از اینکه خارجی در این کشور است. خارجی که نباشه دیگه جنگ نیست، عامل جنگ خارجی است. امروز بعد از اینکه با خارجی به توافق رسیدن، چه نوع توافقی است که از بسیار بندایش نه مطبوعات خبر از نه مردم افغانستان، امروز مردم افغانستان میکشن، میگن ما با اینا مصالحه نکردیم، با خارجی خود مصالحه کردی. یک بهانه کلی جنگ که به او بهانه مردم میکشی اشغال از بین رفت. امروز کی مردم میکشی و هموطنت میکشی، خود هموطن هم میگویی، این را به کدام بهانه میکشی؟ بنان ما اینطور براتون میگم که حیات تعداد گروه‌ها، حیات سیاسی خدا و حیات وابستگیشان به پاکستان در جنگ و کشتار مردم افغانستان میبینید. تشکر آقای فرید. گفته طالب عنصر صلح‌خوانه است. هیچ وقت بله طالب کدام روز اعلان کرده که با مردم افغانستان مصالحه میکنم؟ تا امروز هم اعلان نکرده. نکته دوم براتون بگم، آیا اگر به ادبیات تضرع میشد، حامد کرزی گریان کرد برای طالبان. رئیس جمهور موجود 10 بار حضور کرده از قرآن گرفته است. آیا طالب ادبیات تضرع هم پذیرفته؟ طالب نه به ادبیات تضرع میفهمه، نه به ادبیات مصالحه میفهمه و نه آتش خونریزی و کشتارش کم میشه. تشکر. یک واقعیت موجود، یک گروهی است به نام طالب. تشکر. اجازه بدید، ما 20 سال 19 سال ما عذر کردیم، 19 سال طالب برادر گفتیم، 19 سال طالب افغان گفتیم، 19 سال گفتیم فرش سرخ برای توار میکنیم، فرش قرمز. ببینید ما یک چیز براتون بگیم، تا زمانی که جنایت نگویی، خدمت نگویی، صداقت نگویی، دروغ نگویی، ما به صلح نمیرسیم. متوجه باشیم. تا زمانی که طالب نپذیرد ما زاده دست مردم هستم، برادرای خودم میکشم، ما اجیر دیگر هستم، به خاطر منافع خود ما را میکشم. شما ببینید افغانستان، پاکستان 75 سال میشه از حکومتش. آیا در 75 سال حکومتش با یک حکومت در افغانستان غیر حکومت طالب رابطه نیک داشته؟ امیر بگوین جوابش طالبان. این چه دلیل است که طالب یگانه حکومتی را که پاکستان میخواه بالای مردم افغانستان تعمیل کنه طالب است؟ پس معنیش است که طالب با اجندای بیرونی می جنگ است تا این کشور خوب به ایران نشود، به دست پاکستان سقوط نکند و هیچ وقت
پاکستان اجازه نمیده که جنگ در این کشور تشکر قطع. از هر دو مهمان بحث.